کی فکرشو میکرد یه روز بدون نرم افزار فقط با یه سایت بشه که طراحی پلان، دیزاین داخلی و چیدمان و نورپردازی و رنگ روی دیوار و کلی کارهای دیگر رو فقط یه سایت بتونه برامون انجام بده؟ بله، این سایت میتونه 0 تا 100 پلان شما رو با وسایل و در و پنجره و تمام متعلقات داخلش به صورت 3 بعدی و 2 بعدی در بیاره که برای پلان‌های آلترناتیوتون خیلی مناسبن، برای اینکه یه دید سریع و درست و راحت به کارفرما نشون بدین از پروژه، یه درک کلی از پروژه داشته باشه تا بتونین بعداً سر فرصت توی 3D Max به نحو احسن و خیلی دقیق و رئال براش بتونین اینها رو انجام بدین. ولی توی پروژه یا سر پروژه که شما هستین، برای اینکه یه درک کلی از طرح شما داشته باشه، میتونید سریعا توی این سایت این کار رو انجام بدین. خب بریم ببینیم که دقیقاً این سایت چه کارهایی میتونه برای ما انجام بده. اول اینکه شما میتونید جای در و پنجره ها رو جابجا کنین اگر دوست داشته باشین. یعنی توی این پلان من الان وقتی که جای در رو تغییر میدم، میاد ابعادش از کناره ها رو مینویسه که چقدر فاصله داره، خود ابعاد در چقدر هستش. ولی برای شروع شما میان get project رو میزنید و حالت اول یه سری الگوهای آماده داره، حالت دوم میتونید خودتون آپلود کنید و یا پلانتون رو وارد بکنید. من میخوام از حالت اولش استفاده کنم. یه سری پلان داره اینجا، برمیدارم و تمام قسمتایی که خط کشی شده، یعنی فلش های رنگی، هر کدومش رنگ مخصوص خودشون توی این عددا هستن و میتونین جابجا کنین. مثلا اگر روی کادر مستطیلی نارنجی رنگ بیام تغییر عدد بدم یا هر رنگ دیگه، ابعاد تیکه به تیکه این پلان تغییر میکنه. و در نهایت یه سری عکس داره که حالتهای مختلف چیدمان داخلش هستش. یکی از عکس‌ها رو کلیک میکنین، همون چیدمان دقیقاً داخل اون پلانی میاد براتون که شما انتخابش کرده بودید. حالا میتونیم بیاین تو قسمت دراوال، بیاین اینجا طراحی دیوار یا ترسیم دیوار بکنین که خیلی راحت میتونین بعد از اینکه این گزینه رو زدین، این تیغه دیوارتون رو کامل ببندین، کلیک میکنین با موستون و کلیکتون رو حرکت میدین که به صورت حالا یه ال شکل من اینجا دیوار میارم و بعد دوبار کلیک میکنم که از دستور خارج بشن. خب توی قسمت بعدی شما میتونید بیاین انواع پنجره ها رو ببینید، یکی از ویندوها رو انتخاب کنید، بکشید بندازید توی اون قسمتی که میخواین. مثل آهنربا خودش جذب اون قسمتی میشه که شما دوست دارین به کارتون اضافه بشه. مثلا این پنجره انتخاب میکنم، میکشم میندازم روی اینجا و حتی میتونید بعد از اینکه انداختین رو دیوارتون ابعادش رو تنظیم کنید. تو قسمت دور میریم و یه در انتخاب میکنیم، این قسمت میذاریم و این یکی هم اینور. و اگر درتون کوچیک و بزرگ بود، از دایره های کنارش میتونیم بیاین جابجاش کنین. توی این قسمت هم کلی آبجکت داره برای شما. عکس صندلی هستش خود کار. میاد اینجا روی بنفش کلیک میکنید، براتون میاد فیلتر میکنه و فقط مثلا مبلای بنفش رو براتون میاره. این یه ویژگی خیلی خیلی هیجان انگیزه که علاوه بر اینکه کلی آبجکت داره برای شما، تو هر زمینه‌ای میتونید فیلتر بکنید، حتی بر اساس رنگ هم اونا رو برای شما بیاره و این دیگه کاملا سرعت کار شما رو میبره بالا. در حالی که توی 3D Max اگر آرشیو کاملی از آبجکت ها رو داشتین، نمیتونستین حتی فیلتر بکنین بگین فقط برای این پروژه مثلا مبلای طلایی رو به من نشون بده. در حالی که این نرم افزار که حالا نرم افزار هم اسمش رو نمیشه گذاشت، سایت میاد برای شما فیلتر میکنه. این گزینه‌هایی که شما میبینین، اولی کپی، دومی اسکیل یا کش دادن، سومی و ما بقیش هم میاد میچرخونه تو حالت‌های مختلف چپ و راست و بالا پایین و در نهایت میتونید دیلیت بکنین. پس من رو هر کدوم از این آبجکت‌ها که میرم کلیک میکنم، این گزینه چرخشی گرد و این آیکون ها دورش میاد که من میخوام پاک کنم، حذف کنم، برعکسش کنم. اگر بزرگ و کوچیک بخوام بکنم میتونم تغییر بدم. و ببینید چقدر ساده من کف کار رو فقط انتخاب میکنم و متریال چوب رو برای کف ها انتخاب میکنم. انواع اقسام تکسچر های چوب رو اینجا داره که شما هر قسمتش که بخواید میتونین متریال کارتون رو عوض کنین و حتی رنگ دیوارها. کافیه دیوارتون رو انتخاب بکنین اول و اینجا یه پلت رنگی فوق العاده کاملی داره که تمام رنگ ها رو داخلش داره و میتونین کلیک کنین رنگ مورد نظر رو دیوارتون رنگی کنین. کلی آبجکت و اکسسوری از هر چیزی که فکرشو بکنید به صورت جامع و کامل توی خودش داره. از وسایل آشپزخانه، دکوراسیون داخلی، اتاق خواب، اکسسوری ها، کابینت. ببینید انواع کابینت ها رو داره و حتی سینک، گاز، هود، یخچال، حتی وسایل ریز کابینت، حالا مثل بهتون بگم گوشگوب برقی حتی، یا خیلی ابزارهای ریز جزئی تر رو هم داخل خودش داره. توی وسایل سرویس بهداشتی، حمام، دستشویی و خیلی چیزای دیگه
حالا تا فرشه دستشویی هم حتی داخلش هستش. من اینجا یکی از توالت فرنگی ها رو انتخاب کردم، کلیک درگ کردم و وارد این قسمت که میخوام سرویس بهداشتی درست بکنم کار کردم و یه تخت انتخاب میکنم. تخت برای اتاق بزرگه، میتونم اسکیلش بکنم. البته اتاقی که من اینجا درست کردم خیلی کوچیکه، معمولا ابعاد و اندازه آبجکتاشون استاندارد هستش و شما میتونین از گوشش بگیرین و اسکیلش کنین، کوچیکش کنین و بکشین داخل کارتون. کلی آباژور و چراغ و لوس رو همه مدل داره و شما میتونین دوباره بکشین، وارد پروژهتون بکنین و به کارتون اضافهش بکنین. اینجوری بهتون بگم که یه پکیج کامله که در نهایت بالای صفحه میتونی حالت خطی، فتوشاپی و اینم که حالت 3D سه‌بعدی کارتون هستش بدون اینکه از نرم افزار استفاده کنین تونستین یه همچین کار سه‌بعدی رو تو کسری از ثانیه. ببینید چقدر زمان کمی من برای این پروژه گذاشتم و یه همچین دیزاینی رو درآوردم بدون اینکه اصلا فکر بکنم چه چیزی ازش میخوام. حالت اولی که توی ابتدای ویدیو دیدین طراحی یه مطب توی 3 دقیقه بود که من انجام دادم و این رو هم در نظر داشته باشین که این پروژه ها به رئال بودن کار توی نرم افزار 3D Max V-Ray نیستن و فقط برای اینکه اون حس طراحی فضای شما رو تو اون لحظه به کارفرما القا بکنه و یه طرح کلی دستش بیاد که چطور میخواد انجام بشه. خیلی خوبه که یه 3D خیلی سبک اول به این شکل بگیره، بعد حالا اون کار حرفه‌ای و رئال داشته باشین. در نهایت هم یه خروجی به این شکل میتونین ازش عکس بگیرین به صورت رندر و تحویل کارفرماتون بدین. اگر دوست داشتین که لینک این سایت رو دریافت کنین حتما کپشن زیر پست رو مطالعه کنین.